با عیادت این زنی بیمار که زمان دیگران دستنگری او بودند، بابای اشور با نمایندگی از قوم لولی می آید. شناسایی آنها را 12 سال می شود. این کس بسیار نیکوی خوب کردگیان می رفتند مردن نیکی می کردن و مو وقتی که اینا کلینا و مثال دخترها گودای می کرد می رفتن کمک می کردن یاردم می کردن برای هم موقع بسیار شناخت شدن باید رفت و آمد داره پرسش میکنه. با گفتی بابای اشور 6 فرزندی او با کمک حنیفه سبزی و تولد یافتند و تا روزهای سکته گرفتنش با آنها یاری میرساند. بسیار آدم گپگیر بود، آدم خوب بود، آدم گپشنو بود، بسیار آدمی چی بود میرفتیم چیزی که میگفتیم گپ ما را دتا نمیکرد، گپ ما را میگیر برای موقع ما پیش می اومدیم و میرم. حنیفه سبزی‌وا از سال 1985 تا سال 2012 در بیمارخانه مرکزی ناحیه واسه کار کرده است که 11 سال آخری آن جانشین سردختر بوده است. مگر 6 تا 7 فرزند تولد کرده دست پای حنیفه زنی ما. چطور باشه؟ انا این بچه‌ها دست هم ما دست پای حنیفه قطع تولد سیه. اینا میگه پاشته هم خلاف ما. عادتاً ساکنان محلی فرهنگ لولی ها را محرمی آنها می‌دانند. میکوشند به اعتقاد و محیط آنها دخل نکنند، اما حنیفه سبزی و مرز برای ادای وظیفه‌اش نمیدید. می‌ترسیدم میرفتم خونه‌شون می‌آوردمشون یخش می‌ذاشتم خیلی بد یاردم می‌کردم. قچون رفت آمد داشتم می‌آمدن پیشم مزدیت می‌کردن مزدیت می‌دادم. خیلی نمیگفتم که بوگه کیه. بابای اشور هر جمعه به عیادت حنیفه سبزی‌وا می آید. هم قومهایش در دیگر روزهای هفته 4-5 کس با نمایندگی از عائله خود از وضع سلامتی حنیفه سبزی‌وا می‌پرسند. همین بچه‌ها ما تولد کردن کودکای من نگاهی بد میکرد کسل بیمار میشه میرفت ما را توبت میکرد توبت نقض میکنه آدم نقض آدم خشرو رامکاری نمیکنه هیچ که رو با جانب قبله معظم نیت به خانه کعبه. این جمعه عرفه عید قربان است و بابای اشور مثل مسلمانان بر این اعتقاد است که در این روز دعا کردن به بیمار شفا می‌آورد. از جانب خدا یک و یگانه پای جان درد شفای رنجور شفای بیمار عطا بفرما. حنیفه سبزی‌وا از آنکه زحمت او را مردم قدر می‌کنند خوشنود است. گاه‌ها با افتخار تصویرهای آوان کارش را نشان می‌دهد، اما احساس این که با بیمار شدنش از او فراموش کردند او را می‌گریاند. خیلی بودتی شرق بدم ایتونستن یا بوده